کسی را که امام یا ناجی هر عصر و جامعه‌ای بینامیم، در یک کلام انسانی اهل باطن و دارای علم لدنی است و بر اسرار نهان خلایق آگاه و بینا می باشد. و این همان توصیفی است که در قرآن درباره آدم ابوالبشر آمده است که بر اسرار نهان ملائک آگاه بود و بدین گونه ملائک بر او سجده کردند و ابلیس و پیروانش انکار و تکبر نمودند. در واقع امامان هر عصری همان وارثان آدم به عنوان خلیفه خدایند و محل سجود ملائک و انکار شیاطین می باشند. یعنی مظهر آدمیت بر روی زمین هستند و دعوت به آدمیت می کنند. یعنی امامان به زبان ساده اهل معرفت نفس می باشند و چون خود را می شناسند بر باطن خلایق هم آگاه هستند و این منشأ کل قدرت معنویان هاست. این همان عرفان است، یعنی مکتب معرفت نفس. از کتاب امام زمان کیست؟ اثر استاد علی اکبر خانجانی.